زندگی در جنت. جنت یعنی باغی که خداوند برای پرهیزکاران وعده نموده است. هر که اطاعت از خدا و از پیامبر صلی الله علیه و سلم کند سزاوار او جنت می باشد. چگونه ای که در حدیث می آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند به من فرمود که در جنت چیزهایی آماده کردم برای مؤمنان که نه چشم آن را دیده است و نه گوش در موردش شنیده است و نه در قلب خطور کرده است. بالاترین جنت این جنت الفردوس می باشد که جای پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان است. جنت دنیای ابدی است، یک دنیای دیگری است که بعد از مرگ و دوباره زنده شدن خداوند به انسانهای صالح نصیب می‌گرداند. در مورد جنت در آیه های قرآن و احادیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد ذکر شده است. خداوند در سوره توبه در آیت 72 می‌فرماید پروردگار بر مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشت‌های را وعده داده است که جویها در آن جاری است و بهشتیان همیشه در آن جایند و نیز خانه‌های نیکو در بهشت جاوید و خوشنودی خدا از همه برتر است. این است کامیابی بزرگ، یعنی داخل شدن به بهشت و نعمت‌های آن و از همه بالاتر رضای پروردگار. در بهشت مرگ، قضای حاجت، بوی بدن انسان و یا اینکه بوی بد دیگری، بیماری، پیر شدن، سفید شدن موی، تولد کردن، جنگ و جدال و غیبت، بخیلی، فقیری وجود ندارد. در آنجا هیچ غم، رنج دیدن نمی شود بجز راحت. در بهشت انسان هر گونه خوراک بخواهد می تواند بخورد. گوشتهای مرغ بریان و یا آب جوشان، میوه هایی که شاید اصلا انسان در حیات ندیده باشد و حتی فکرش را هم نکرده باشد. بحرها و دریاها و چشمه های بزرگ که انسان بدیدنش نه این که راحت می کند بلکه از هوش خواهد رفت. پرندگانی وجود دارد که به مانند اوشتر بزرگ و رنگهایی دارند که انسان را حیرت زده می کند. در جنت انسان مؤمن به مانند پادشاه زندگی خواهد کرد. چگونه ای که خداوند در سوره واقعه از آیت 15 که وصف بهشتیان می شود می فرماید بر تختهای زربافته روبروی هم بر آنها تکیه زدند. پسران همواره جوان گردشان می چرخند، یعنی این جوانان خدمتگاران اهل جنتند. با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌های از شرابی که در جوی‌ها جاری است از نوشیدنش نه سردرد گیرند و نه بیهوش شوند. شرابی که اینجا یاد شد این شراب جنتی هاست. انسان را مست و مدهوش و سردرد نخواهد کرد و میوه‌هایی که خود انتخاب می‌کنند و گوشت پرنده از هر چه بخواهند، یعنی هر انسانی که دلش چگونه غذای بخواهد خداوند برایش مهیا خواهد کرد. و حوران بهشت همانند مرواردها در صدف. حوران بهشتی آنچنان زیبایند که کسی در دنیا ذره از زیبایی قاش آنها را نداشت و کسی مثل آنان زیبا ندیده است. انسان هرگاه با حوران بهشتی و یا زنی خود که در دنیا با آن زندگی می کرد اگر هم خوابه شود هرگز نادختر نخواهند شد. هرگاه که مرد می خواهد در جنت با همسرش هم خوابه شود او را دختر می یابد. در سوره واقعه نیز باز در آیت 24 خداوند می فرماید همه به پاداش کارهایی که می کردند، یعنی هر کی عملی نیک کند و گفته خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را اجرا کند پس در جنتی پر ناز و نعمت خواهد بود. در آنجا نه سخنی بیهوده شنوند و نه گناه آلود، جز یک سخن سلام سلام
در آیت 28 سوره واقعه نیز خداوند می‌فرماید بهشتیان در زیر درخت صدر بیخارند و درخت موز، یعنی درخت بنن که میوه اش بر یکدیگر چیده شده و سایه دائم. در جنت درختی وجود دارد آنچنان بزرگ است که به نام توبا. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر 100 سال در تگش اسب بدوانی سایه اش تمام نخواهد شد. و آب جاری، آبهای در جنت وجود دارد که گفتنش امر محال است. شرشره های از کوههای سبز و زیبا ریزان، صدای خوش پرندگانی که هرگز نشنیده و گمان هم نکرده و میوه بسیار که بی پایان و کس را از آن باز ندارند و فرش های بلند و از همه بالاترین نعمت برای بهشتیان این دیدار پروردگارشان هست. پروردگارا ما را هدایت نما و از آتش دوزخ ما را نگهدار و ما را داخل جنت الفردوس بگردان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه